آیا شده تا به حال یک جا بشینید، مطلقاً هیچ کاری نکنید و ناگهان ترکیبی عجیب از گناه و آرامش رو همزمان احساس کنید؟ مثل صدای آرام در درونتون که بگه چه حس خوبی داره، در حالی که دنیای بیرون فریاد میزنه تو داری تنبلی میکنی. اگر تا به حال این رو تجربه کردید، مسئله‌ای که میخوام بگم ممکنه یکی از مهمترین مسائلی باشه که امروز میشنوید. شما تنبل نیستین، وقت خودتون رو تلف نمی کنید، عقب نمی افتید. شما در حال بیدار شدن هستید و در این بیداری شروع به بهره گیری از نوعی خرد می کنید که دنیای شلوغ اطراف شما اون رو فراموش کرده. تا آخر پادکست ژرفا همراه ما باشید، چون وقتی به انتهای ویدیو برسیم یک حقیقت پنهان رو بهتون خواهم گفت، چیزی که ممکنه برای همیشه نگاهت به سکون خودت رو تغییر بده. چیزی که ما نادیده میگیریم اما وقتی اتفاق میفته همه چیز رو تغییر میده. از سنین خیلی کم به ما یاد میدن که باید همیشه کاری انجام بدیم. اگر مشغول نباشیم عقب میمونیم، اگر تولید نکنیم ارزشمند نیستیم. این پیام ها همه جا هست، تو مدرسه، محل کار، رسانه های اجتماعی، حتی در مکالمات غیر رسمی. امروز چه کاری انجام دادی؟ روی چه چیزی کار میکنی؟ قدم بعدی چیه؟ اینا سوالاتی هستن که بارها و بارها میشنویم. اونها به ما یاد میدن که ارزش خودمون رو با بهره‌وریمون برابر بدونیم. اما چیزی در درون شما شروع به شورش علیه همه اون سر و صداها میکنه. شاید این اتفاق به آرامی و شاید به یک باره رخ بده، اما در هر حال فرقی نداره و به شکل ناراحتی از کارها، تمایل عمیق به توقف، کاهش سرعت و نفس کشیدن بروز میکنه. این ضعف نیست، بلکه بیداری معنویه. وقتی از یک بیداری عبور میکنید شروع به دیدن چیزهای متفاوت میکنید. اهداف قدیمیتون دیگه شما رو به همون اندازه هیجان زده نمیکنن. تقویم شما دیگه بهترین دوست شما نیست. ایده همیشه در دسترس بودن شما رو تحلیل میبره. در زمان بیداری شروع به تمایل به سکوت میکنید. نه به این دلیل که تسلیم شدید، بلکه به این دلیل که با اون هماهنگ هستید و البته که تنبل نیستید. به چیزی عمیق‌تر در درون خودتون گوش میدید. چیزی که زیر سالها سر و صدا و فشار دفن شده و اون صدا میگه زندگی فراتر از این نگرشه. در ابتدا آگاهی جدید عجیب به نظر میرسه. شما فشاری رو برای ادامه دادن احساس میکنید اما روحتون میگه بس کن. روی مبل خودتون میشینید یا روی تخت دراز میکشید و به سقف خیره میشید. شما دیگه در حال گشت و گذار در تلفن خودتون نیستید. ایمیل های خودتون رو چک نمیکنید. شما فقط هستین و در اون حالت ممکنه دنیای فیزیکی به شما نگاه کنه و بگه چرا هیچ کاری نمیکنی؟ اما اتفاق مقدسی در حال رخ دادنه. شما در حال استراحت هستید. جسمتون از دویدن خسته شده و روحتون نفس عمیقی میکشه و در اون سکوت متوجه میشید که آرامش چیزی نیست که در پایان یک جاده طولانی به اون میرسن. آرامش همین الان در دسترسه. وقتی میستین، وقتی مکث میکنین، وقتی از نیاز به دیده شدن به عنوان فردی پربار دست برمیدارید. احتمالاً این عبارت رو شنیدید که ما انسان هستیم نباشیم، اما در دنیای واقعی فراموش میشه. ما مثل ماشین زندگی میکنیم. روزهامون رو با اون چه انجام دادیم میسنجیم. اما روح شما به چک لیست شما اهمیتی نمیده. روح شما سعی میکنه به شما نشون بده که ارزش شما به میزان کاری که انجام میدید وابسته نیست. ارزش شما وابسته به شخصیت شما، احساس شما و ارتباط شما با لحظه حاله. و وقتی بیدار میشید این رو به وضوح میبینید. هیچ کاری نکردن به نوعی التیام، نوعی احترام به خود و یک شورش آرام علیه فرهنگی تبدیل میشه که به شما میگه هر چقدر هم که خسته باشید باید سخت‌تر تلاش کنید. وقتی انتخاب میکنی که استراحت کنی و ساکن باشی به خودت بگی من لیاقت این رو دارم که فقط وجود داشته باشم. لازم نیست اون رو به دست بیارم. این تغییر قدرتمنده. در دنیایی که معتاد به حرکت، ساکن موندن شجاعت میخواد. وقتی همه عجله دارند آرام گرفتن قدرت میخواد. وقتی این کار رو بکنی کم کم متوجه مسائلی میشی که قبلا هرگز تجربه نکردی. مثل احساسی که نفست در بدنت داره، حس شما زمانی که نور از روی دیوار عبور میکنه و یا گوش دادن به صدای سکوت. اینها مسائل کوچیکی نیستن، بلکه لحظاتی از ارتباط واقعی هستن که اغلب فقط زمانی اتفاق میفته که شما از تلاش زیاد برای دنبال کردن زندگی دست میکشید و اجازه میدید زندگی به سمت شما بیاد. ممکنه مردم شما رو درک نکنن،
ممکنه بگن که شما بی‌انگیزه هستید یا انرژی حیات خودتون رو از دست دادید. اما چیزی که اونها نمیبینن تغییر عمیق درونی شماست که در حال رخ دادنه. شما هیچ چیز رو از دست نمیدید. شما در حال یافتن واقعیتی ماندگار هستید. در حال یافتن ریتمی هستید که مبتنی بر ترس یا فشار نیست، بلکه مبتنی بر حقیقت، آرامش و هماهنگی درونیه. شما شروع به درک این میکنید که همه حرکت‌ها پیشرفت نیستن، همه اعمال هم مفید نیستن. گاهی اوقات آرام نشستن پربارترین کاریه که میتونید انجام بدید، چون شما رو به خودتون به وضوح، به تعادل باز میگردونه و از اونجا وقتی اقدامی میکنید از هماهنگی ناشی میشه، نه اضطراب، و این شما رو شگفت زده میکنه. برخی از بزرگترین تحولات در زندگی شما زمانی اتفاق میفته که به نظر میرسه هیچ کاری انجام نمیدید. وقتی در سکوت نشستید، وقتی به دنبال پاسخهای تحمیلی نیستید، وقتی به خودتون اجازه استراحت میدید، در واقع اجازه میدید وضوح به طور طبیعی ظهور کنه. در اون فضاهای آرومه که خرد درونی شما شروع به صحبت میکنه و فقط وقتی دنیا ساکت میشه میتونی اون رو بشنوی. هیچ کاری نکردن به معنای گم شدن نیست. اغلب نشانه اینه که بالاخره پیدا شدی. پیدا شده توسط روح خودت، پیدا شده توسط لحظه، پیدا شده توسط بخشی از وجودت که اهمیتی نمیده دنیا چه فکری میکنه، بلکه فقط به اون چه حقیقت اهمیت میده. بعد از یک بیداری معنوی اولویت‌ها تغییر میکنه. دیگه نیازی به تحرک مداوم نداری. دیگه مثل قبل دنبال هیجان نیستی. شروع میکنی به آرامش به جای هرج و مرج، عمق به جای حواس پرتی و حضور به جای عمل کرد. و این تغییر به این معنیه که گاهی اوقات احساس میکنی که فرا خونده شدی تا از سر و صدا فاصله بگیری و کاری رو انجام بدی که به نظر هیچه. اما در اون هیچ شما در حال بهبود، التیام و هیلینگ هستید. در حال تغییر مسیر هستید. به یاد میارید که بدون نقش‌ها، بدون نقاب‌ها، بدون حرکت مداوم چه کسی هستید. یک هوش مقدس در حال استراحته. همونطور که بدن شما میدونه چگونه بدون کمک شما یک بریدگی رو التیام ببخشه، روح شما هم بلده و میدونه چگونه وقتی به اون فضا میدید تنظیم مجدد و شارژ بشه. وقتی به خودتون اجازه میدید که صرفاً باشید، جایی برای هدایت الهی، برای بینش، برای همزمانی ها ایجاد میشه. به جهان هستی اجازه میدید صحبت کنه و بالاخره گوشهایی برای شنیدن خواهید داشت. طبیعت این رو میفهمه. به فصل‌ها نگاه کنید. در زمستان انگار همه چیز متوقف شده. درخت‌ها لخت هستن، هوا ساکنه، اما زیر سطح اتفاقات زیادی در حال رخ دادنه. خاک در حال ترمیم خودشه و زندگی به طور نامرئی در حال تجدید شدنه. همین امر در مورد تو هم صادقه. وقتی ساکن هستی، وقتی به نظر میرسه هیچ کاری نمیکنه، روحت در حال رشده، آرام، عمیق و قدرتمند. هیچ اشکالی در کند شدن وجود نداره. هیچ نقطه ضعفی در استراحت وجود نداره. در واقع انتخاب استراحت عمدن، آگاهانه و از نظر معنوی یکی از قوی ترین کارهایی که میتونید انجام بدید، چون به این معنیه که به اون اعتماد دارید. شما اعتماد دارید که لازم نیست همه چیز رو به زور انجام بدید، که با ندویدن چیزی رو از دست نمیدید، که زندگی نیازی به تعقیب نداره. بذارید یه سوال بپرسم. آخرین باری که واقعا در سکوت نشستید و از انجام ندادن کار احساس خوبی داشتید کی بود؟ به آینده فکر نکردید، چیزی رو درست نکردید، فقط نشستید، نفس کشیدید و احساس کردید. آرامش ممکنه دقیقاً همون چیزی باشه که روح شما آرزوش رو داره، نه یک هدف جدید، نه یک برنامه دیگه، فقط آرامش. اگه اطرافیانتون شما رو درک نمی‌کنن، بهشون توضیح بدید. سفر شما سفر خودتونه. اونها ممکنه هنوز درگیر این باور باشن که ارزششون به سرعتشون وابسته است. اما شما اکنون بهتر میدونید. شما از این توهم عبور کردید. چیزی عمیق‌تر رو لمس کردید. سکوت رو چشیدید و متوجه شدید که تو خالی نیست. پر از حضور، پر از وضوح و پر از لطف. بنابراین اگر متوجه شدید که بیشتر اوقات در سکوت نشستید و دیگه اون کشش سابقه برای مشغول بودن رو ندارید، با اون مبارزه نکنید.
این خرد شماست که در حال افزایشه. این آرامش روح شماست. این تغییر انرژی شما از بقا به آرامشه، از اثبات به صرفاً بودن. این حس تنبلی نیست، بلوغ معنوی. و به یاد داشته باشید وقتی دنیا به شما میگه سریعتر برید، دقیقاً همون زمانی که باید بیشترین کاهش سرعت رو داشته باشید. چون خرد واقعی عجله نمیکنه. آرامش واقعی به شما فشار نمیاره. حقیقت واقعی نیازی به فریاد زدن نداره. فقط به فضا نیاز داره. پس به خودتون اون فضا رو بدید. به خودتون اجازه بدید نفس بکشید. بگذارین روحتون کش بیاد و استراحت کنه. نه به این دلیل که فرو پاشیدین، نه به این دلیل که کارتون تموم شده، بلکه به این دلیل که اکنون بیدار هستید و بیدار بودن یعنی دونستن این که مهمترین لحظات زندگی شما ممکنه لحظاتی باشند که به نظر میرسه مطلقاً هیچ کاری انجام نمیدید. و حالا همونطور که داریم به پایان نزدیک میشیم، بیایم به اون حقیقت پنهانی که در ابتدا به شما قول داده بودم برگردیم. اون بینش آرام که همه اینها رو به هم پیوند میده اینه که هیچ کاری نکردن تنبلی نیست. این روح شماست که به یاد میاره چگونه گوش بده، نه به سر و صدای دنیا بلکه به صدای آرام درونش، به بخشی از وجودتون که آرامش رو میشناسه، حضور رو میشناسه، میدونه که شما از قبل کافی بودید و الان هم کافی هستید. بنابراین دفعه بعد که در سکوت نشستید و اون احساس گناه قدیمی شروع به رخنه کردن به درونتون کرد، لبخند بزنید، چون اکنون حقیقت رو میدونید. شما عقب نمیمونید بلکه به خودتون برمیگردید و میرسید. دوستان اگر تجربه‌ای در این زمینه داشتین، خواهش میکنم در کامنت ها بنویسید، هممون استفاده میکنیم. و لطفاً برای دیدن ویدیوهای مشابه اگر دوست داشتید کانال پادکست ژرفا رو سابسکرایب کنید.